در روستای دور افتاده در دامنه‌های البرز پیرمردی به نام بهرام زندگی میکرد که به حکمت و خسته گویی شهره بود. شبی زمستانی کنار آتیش عادی روستا دوروش جمع شدند. کودکی پرسید: بابا بزرگ، هدی گنج‌های پنهان بود؟ بهرام لبخندی زد و گفت: روزی جوانی به نام کسری در جستجوی گنج افسانه‌ای راهی غاری در کوه شد. مردم میگفتند آنجا دیوی گنج را نگهبانی می‌کند. کسری با شمشیری زنگ زد و قلبی پر از امید رفت در غار. به جای دیو آینه‌ای کهن یافت که چهره‌اش را نشان می‌داد، اما نه آنگونه که بود، بلکه آنگونه که می‌توانست باشد. مردی بخشنده و عادل. بهرام عکسی را به او بچه‌ها نگریست. کسری فهمید گنج واقعی خود اوست. اگر قلبش را استلفل دهد، گنج را نه در طلا که در خوبی یافت. آتش خاموش شد و کودکان در سکوت به فکر فرو رفتند.